ما بودید. سلام، علی هستم از پیج اینستاگرامی دیزاین بای حسام. امروز میخوایم این قطعه ساده رو با هم طراحی بکنیم. خیلی جزئیات خاصی نداره، یه قطعه یه تیکه ساده است و نقشش رو هم داریم. توی فایل کلیک میکنیم، نیو رو میزنیم، نیو پارت، اوکی، وارد یه پارت جدید میشیم. نقشش اینجا به صورت عکس جی پیگ من سیو کردم و اینجا میبینید این بیس قطعه ماست که به قطر 15 اول کار باید رسمش کنیم. همونطور که میبینید یه دونه سیلندر اصلی وجود داره به قطر 56 و 3 تا سیلندر دیگه که فاصله 40 به صورت مرکز به مرکز زدش وجود دارن. توی اسکچ میریم، اسکچ رو میزنیم، تاپ پلین رو انتخاب میکنیم و سیلندر اصلیمونو که بیس سیلندری ما هست رو اینجا انتخاب میکنیم. اندازه 56 قطر 56 رو وارد میکنیم و حالا با سنتر لاین یا خطچین میایم و فاصله اون 3 تا دایره به قطر 10 دیگر رو از این مرکز از همینجا معین میکنیم به وسیله خطچینا. پس 3 تا خطچین میکشیم و اندازه 40 رو به هر 3 تا از این خطچین وارد میکنیم. اوکی، روی اسمارت دیمنشن کلیک میکنیم و اندازه 40 رو برای 3 تا خطچین، طول 40 رو انتخاب میکنیم. اوکی، حالا 3 تا دایره به قطر 10 میخوایم رسم کنیم. خب به جای اینکه مثل خطچینا بیایم یکی یکی اندازه بدیم، میتونیم به یکی از دایره ها اینجوری با اسمارت دیمنشن اندازه 10 رو بدیم و بعد با نگه داشتن کنترل 3 تا دایره رو انتخاب کنیم. این دایره دوم، این دایره سوم و اینجا روی ایکوال یا برابر کلیک کنیم که 2 تا اندازه دیگه از اندازه دایره که ما بهش اندازه 10 رو دادیم پیروی میکنن. حالا میریم سراغ این قسمت. یه دونه دایره به شعاع 15 رسم میکنیم برای درست کردن این پخهایی که وجود دارن. اوکی، دوباره به مرکزیت این 3 تا دایره که کشیدیم 3 تا دایره دیگه میکشیم که شعاع 15 یا قطر 30 رو داشته باشن. خب پس اینجا قطر 30 رو براشون انتخاب میکنیم و دوباره اون 2 تای دیگر رو با این برابر میکنیم با نگه داشتن کنترل و زدن گزینه ایکوال یا برابر. اوکی، حالا هر 3 تاشون رو دوباره با نگه داشتن کنترل سلکت میکنیم و روی فور کانستراکشن میزنیم که به صورت خطچین در بیان و بتونیم ازشون به عنوان راهنما استفاده کنیم. این قسمت رو رسم میکنیم. وقتی که اسکچ رو روی دایره ببرید خودش 4 تا نقطه اصلی رو براتون انتخاب میکنه. حالا میخوایم یه زاویه 45 درجه داشته باشیم که توی رسم دایرمون بهمون کمک کنه. پس اینجا به کمک خطچین زوایای 45 درجه خودمون رو مشخص میکنیم، چون میخوایم به صورت 45 درجه این سیلندرها به هم وصل بشن یا این 3 تا دایره به هم وصل بشن. دوباره سنتر لاین، یه دونه اینجا، یه دونه دیگه زاویه 45 درجه نسبت به قسمت بعد وجود داشته باشه. حالا روی اسمارت دیمنشن کلیک میکنیم و زاویه 45 درجه رو برای هر کدوم از اینها انتخاب میکنیم. زاویه 45 درجه، 45 درجه. خیلی خوب. حالا مونده این خط 45 درجه رو به هم وصل کنیم. از این نقطه به این نقطه و یه دونه لاین دیگه از اینجا به اینجا رسم کنیم و حالا مونده این 3 تا قسمت که باید استفاده کنیم به صورت 3 point eye arc یا حالا
قوس 3 نقطه‌ای، نقطه اول، نقطه دوم و نقطه مرکز رو مشخص کنیم. نقطه اول، نقطه دوم و نقطه مرکز روی خود این دایره ها قرار بگیره. ببینید نقطه سوم میبریم روی دایره و کلیک میکنیم. خب همینطور که میبینید این قطعه اصلی ما اینجا آماده شده، بیس ما اینجا آماده شده و سوراخ ها رو هم که از قبل مشخص کردیم توی فیچرز روی اکسترودد باس کلیک میکنیم و اینجا این قسمت رو انتخاب میکنیم. اندازه 15، یه قطر 15 اینجا براش انتخاب میکنیم. همونطور که میبینید توی نقشه قطر 15 رو داره بیس ما و ارتفاع سیلندر کلیمون 50 هستش. پس یه دونه 15 برای این قسمت و بعد سیلندر کلیمون رو به اندازه 50 تا ارتفاع بهش میدیم. اینو 15 و اینتر رو میزنیم و اوکی میشه. حالا کاری که میکنیم اینه که میخوایم سیلندر رو به ارتفاع 50 رسم کنیم که توی شکلمون بوده. ما تاپ پلین رو انتخاب میکنیم، نه میریم توی باس اکسترود، همون اسکچ خودمون رو انتخاب میکنیم و دوباره روی اکسترودد باس کلیک میکنیم و حالا توی سلکتد کانتورز اینجا فقط سیلندر رو انتخاب میکنیم و اندازه 50 رو وارد میکنیم و اینتر رو میزنیم و اینم سیلندر 50 تای ما. این شد اون شماتیک حالا نزدیک به قطعه. حالا جزئیات قطعه و اون به اصطلاح گیر مانندی که تو وسط سیلندر قرار داره باید انجامش بدیم. یه دونه سوراخ به قطر 30 در مرکز سیلندرمون وجود داره. اینجا نسبت به مرکز مختصات، چون سیلندرمون رو روی مرکز مختصات رسم کردیم، پس این سوراخ 30 تایی رو هم، سوراخ به قطر 30 رو هم روی همین مرکز رسم میکنیم و توی فیچرز روی اکسترودد کات کلیک میکنیم و اینجا آپ تو نکست رو میزنیم که یعنی تا صفحه بعدی برش رو پیش ببر و همینطور که میبینید این قسمت آماده است. حالا به ارتفاع 5 و قطر 16 یه دونه دیگه سوراخ، در واقع 3 تا سوراخ دیگه باید رسم کنیم، ولی اینا تا ارتفاع 5 پیشروی میکنه. دوباره اینجا قطر 16 رو وارد میکنیم و اندازه 3 تاشون رو برابر قرار میدیم. روی اسکیپ کلیک میکنیم که از حالت دستور دایره کشیدن خارج بشه و با نگه داشتن کنترل 3 تاشون رو سلکت و سپس روی ایکوال کلیک میکنیم. حالا دوباره روی اکسترودد کات میزنیم و اینجا عمق پیشروی رو 5 انتخاب میکنیم. همونطور که میبینید توی پریویو این همون چیزی که ما میخوایم داشته باشیم و اینجا این کارم انجام شد. حالا میمونه این زایده‌ای که اینجا وجود داره که باید رسمش کنیم. یه دونه زایده هستش که یه دونه سوراخ دایره در انتهاش داره که مرکز اون تا مرکز یه دونه از این سوراخ ها 47 فکر میکنم باشه اندازش. رایت پلین رو انتخاب میکنیم و یه دونه اسکچ روی رایت پلین میکشیم. خب اینجا میخوایم مرکز این سیلندر رو انتخاب کنیم، با خطچین این کار رو انجام میدیم. بعد از اون اینجا روی رکتانگل کلیک میکنیم و به مرکز این خطچینی که کشیدیم رکتانگلمون رو رسم کنیم. اینجوری رکتانگلمون دقیقاً در مرکز سیلندر قرار خواهد داشت و یه دونه دایره دوباره به مرکز روی نقطه‌ای که گذاشتیم کلیک میکنیم و روی دستور کوینساین کلیک میکنیم که مماس باشه این دایره با رکتانگلی که رسم کردیم. همونطور که می‌بینید با تغییر اندازه دایره رکتانگل هم تغییر میکنه. حالا اندازه 10 رو به دایره خودمون میدیم. البته این قطره در بعد قطر 20 وارد میکردیم. حالا این اندازه رو اول میدیم 2 باشه فاصلش از اون قسمت و آره
اینجا این مرکز این دایره نسبت به این سیلندر باید اندازش مشخص باشه. ما اینجا یه دونه خدچین میخوایم که توی طرحمون بتونیم استفاده کنیم و اندازه رو نسبت به اون طرح بدیم. روی اکسیس کلیک میکنیم و سیلندریکال رو میزنیم و این سیلندر رو انتخاب میکنیم و سپس اینتر رو میزنیم و اینجا خدچینمون برامون به وجود میاد. همونطوری که توی نقشه میبینید اینو میبریمش زیر کات اکسترود، جاشو عوض میکنیم که قبل اسکچ باشه، چون اگه بعد اسکچ باشه و ما روی اسکچ کلیک کنیم اون اکسیس، اون خدچینی که اینجا پدید آوردیم حساب نمیشه برای ما و توی نقشه ما نمیاد، باید قبل اسکچمون باشه. حالا اندازه رو نسبت به اون میزنیم 47.8 و اینجا طول قطعه ما مشخص میشه. فقط مونده اینجایی که باید اندازه کلیمون رو بیشتر کنیم. اینجا 20 رو وارد میکنیم و اینم شد نقشه قطعه ما. توی فیچرز میریم و اکسترودد باس رو انتخاب میکنیم. حالا میخوایم نسبت به این مرکز از دو طرف این پیش بره. میام اول کانتورایی که میخوایم رو انتخاب سلکت میکنیم که اکسترود بشن و اینجا توی این قسمت مید پلین رو میزنیم که یعنی از این مرکز به سمت چپ و راست به یه اندازه پیش بره و نسبت به مرکز برابر باشن. حالا اندازه‌ای که میدیم 40/4 خواهد بود که 36 میشه و اینم شد این زاده ما. حالا یه دونه تخلخل 20 تایی در مرکز این نیاز خواهیم داشت. پس میایم یه دونه رکتانگل اینجا دوباره انتخاب میکنیم. اول یه دونه سنتر لاین رسم میکنیم به این صورت که مرکزش مشخص بشه و بعد رکتانگل یا مستطیلمون رو به مرکزیت این سنتر لاینی یا خدچینی که رسم کردیم به وجود میاریم. اینجا عرض 20 میلیمتری رو بهش میدیم و بعد هم با نگه داشتن کنترل این دوتا لبه رو سلکت میکنیم و کلاینر رو میزنیم که روی هم قرار بگیرن. دوباره اینجا گزینه موماس رو انتخاب میکنیم، یه نقطه از رکتانگل و این سیلندری که وجود داره این قسمت روش کلیک میکنیم و به صورت خدچین در میاریم و اینجا با 3 پوینت آرک انتخاب میکنیم و روی سیلندرمون قرار میدیم. همونطور که میبینید رنگ شابیه، یعنی اندازش میتونه تغییر کنه. پس ما میایم سلکتش میکنیم و سیلندر اصلی رو هم سلکت میکنیم. اول اینو سلکت میکنیم و بعد سیلندر اصلی رو سلکت میکنیم و روی کوردینال کلیک میکنیم تا اینا روی هم قرار بگیرن. همونطور که میبینید الان به رنگ مشکی در اومد و کاتمون یا برشمون به صورت درست انجام میشه. روی کات اکسترود کلیک میکنیم و آپ تو نکست رو اینجا انتخاب میکنیم که تا صفحه بعدی پیش بره و اوکی رو میزنیم. اینم از این قسمت. حالا این قسمت از زاده رو انتخاب میکنیم و روش میایم یه دونه دایره انتخاب میکنیم، یه دونه اندازه کلی رو بهش میدیم که 20 هستش، قطر 20 هستش، یا به جای اون کار میتونیم دوتا قسمت رو سلکت کنیم و کوردینال رو قرار بدیم که روی اون قرار بگیره. حالا توی اسمارت دیمنشن اندازه 16 رو وارد میکنیم. اوکی، همونطوری که تو نقشه میبینید اینجا اندازه 16 رو داریم و یه دونه سوراخ به قطر 12 در مرکز این وجود خواهد داشت. خب الان اندازه 16 اون رو رسم کردیم. میایم اینو اکسترودد باس میکنیم به اندازه 2 تا میخوایم بیاریمش پیشروی بکنه و اکسترود بشه. اوکی رو میزنیم. این از این قسمت. حالا میخوایم یه دونه چنفر بهش بدیم. اینجا گزینه چنفر رو انتخاب میکنیم و این قسمت اندازه 1 رو بهش میدیم
یا 2 و زاویه 45 درجه خوب خواهد بود و کلیک میکنیم و اینجا این قسمت به وجود میاد برای ما. خب الان دوباره این قسمت رو سلکت میکنیم و یه دونه دایره اینجا به قطر 12 انتخاب میکنیم و این قسمت رو روش کلیک میکنیم و کانورت انتیتیز رو میزنیم که اون خط توی این اسکچ ما در بیاد. حالا اکسترودد باس رو میزنیم و همون اندازه 2 رو براش سلکت میکنیم. همونطور که میبینید این قطعه ما اینجا به وجود اومد. خب حالا همین دستورات، همین کاری که انجام دادیم و میخوایم اونورم داشته باشیم، روی اون یکی دسته هم داشته باشیم. پس میایم میرور رو توی فیچرز انتخاب میکنیم و صفحه‌ای که نسبت به اون دستور آینه اتفاق بیفته رو انتخاب میکنیم و توی فیچرز تو میرور میایم اون دستورایی که باهاش اینا رو تشکیل دادیم، این زاویه ها رو انتخاب میکنیم. روی چنفر کلیک میکنیم و روی باس اکسترود کلیک میکنیم و اینجا اوکی رو میزنیم. همونطور که میبینید اینا تو این قسمت هم به وجود اومدن. حالا مونده یه دونه سوراخ به قطر 12 که اینجا باید تشکیل بدیم. خب میایم همین رو انتخاب میکنیم و کانورت انتیتیز رو میزنیم چون اندازش 12 و اینجا توی اکسترودد کات کلیک میکنیم و این دستور رو روی through all یا از همه بگذره قرار میدیم و اینجا اوکی رو میزنیم و این هم شد از این سوراخ ما. این شد قطعه ما تقریبا آماده است. فقط مونده پخهایی که اینجا باید به قطعه وارد کنیم. یه دونه پخ 8، یه دونه پخ 8 دیگه دور سیلندر اصلی اینجا به شعاع 4 و این پخهایی که باید وارد کنیم. خارج میشیم و اینجا فیلت رو انتخاب میکنیم. اینجا اندازه فیلتمون رو 4 قرار میدیم و این لبه سیلندر اصلیمون رو انتخاب میکنیم. اندازه 4 اینجا هم یه فیلت 4 نیاز داریم و روشون کلیک میکنیم و اوکی رو میزنیم. خیلی خوب. حالا دوباره روی دستور فیلت کلیک میکنیم و این بار به اندازه 8 فیلت هامون رو میزنیم. اینجا اندازه‌اش رو دوباره روی 8 قرار میدیم، فیلت ها بزرگتر میشن و اوکی رو میزنیم.